این اصلی ترین و درست ترین دستور موچیه. بدون اینکه کلاس بری و هزینه کنی، یه موچی نرم و لطیف با کشسانی بالا درست کن. تازه با درست کردن این موچی میتونی به راحتی پول در بیاری. برای درست کردنش آرد موچی، نشاسته ذرت، پودر قند و وانیل و شیر رو حسابی با هم ترکیب میکنی. از یه صافی رد میکنی تا گوله هاش باز بشه. روش رو مشمع سلفون میکشی، بعد سوراخ روش رو ایجاد میکنی. داخل یک قابلمه‌ای که تا نصف آب کردی روی یک رینگ قرار میدی و در قابلمه رو میذاری. بعد از نیم ساعت موچی رو به میز انتقال میدی. این رو فقط باید با کره ورز بدی. بهش رنگ رو اضافه میکنی. 1 رو 20 دقیقه ورزش میدی. داخل یک مشمع این رو میپیچی میذاری داخل یخچال. برای فیلینگش من فقط از خامه قنادی و وانیل استفاده کردم. خامه رو فرم دادم و داخل قیف ریختم. موچی رو از یخچال درآوردم. قسمت قسمتش میکنم. اگر به دستتون چسبید فقط دستتون رو با کره چرب کنید، ولی با وردن و نشاسته ذرت بازش کنید. فیلینگ رو بذارید وسطش، موچی رو ببندید و تمام. اگر طبق ویدیو پیش برید و کپشن رو مطالعه کنید، بهترین موچی دنیا رو میسازید.